أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میراث شوهر چند حصه از مالی زنش میگیرد. وقتی که زن از این دنیا وفات میکند، شوهر در قرآن الله گفته است ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. وقتی که ای زنها شما از این دنیا رفتید، آن از مالی که شما ترک کرده رفتید، شوهرای شما بنیمش صاحب است. این را الله حصه گذاری کرده است. مثالی هست که یک زن از این دنیا وفات کرد، شوهر دارد و پدرش زنده است. پدر زن زنده است. در این وقت مال به دو تقسیم می شود. یک قسمش نیمی مال را شوهرش میگیرد، نیمی مال را پدرش میگیرد. الله چنان حکم کرده، الله حصه شوهر را گذاشته است، باقی مانده مال از آن پدر می شود. و این را الله در قرآن گفته است. الله در قرآن شرط مانده است اگر زنها فرزند نداشته باشند، در این وقت نیمی مال را شوهر میگیرد گفته است. اما اگر فرزند داشته باشند، در دیگر آیت بیان کرده است که فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ. ای شوهرها، وقتی که زنهای شما از این دنیا رفتن، اگر فرزند داشته باشند، شما 4/1 مالی همسرتون را میگیرید، زنتون را میگیرید. این را انشاءالله در درسی بعدی انشاءالله گفته میگذاریم.